هیچ وقت دیر نیست برای داشتن یک کودکی شاد. ریچارد بندلت. سلام، چطوری؟ خوش اومدی به مدیتیشن امروز. آسیب‌های کودکی اگر شفا پیدا نکنن تبدیل به دردهای مزمنی میشن که تا آخر عمر و به اشکال مختلف زندگی رو برامون تلخ و دردناک میکنن. ریشه کمبود عزت نفس، اعتماد به نفس، انواع اعتیاد، باورهای محدود کننده و طیف وسیعی از اختلالات روانی از همین زخم‌های دوران کودکیه. زخم‌هایی که تو عمق ضمیر ناخودآگاه خونه کرده و تا با عشق و محبت التیام پیدا نکنن باعث انواع گرفتاری و آسیب تو بزرگسالی میشه. خوشبختانه ضمیر ناخودآگاه زمان نمیشناسه. برای همینم هست که با مدیتیشن کودک درون میشه با توجه و آرامش برگشت به دوران کودکی و التیام بخشید و درمان کرد آسیب‌های اون دوران رو. با درمان زخم‌های دیروز آزاد کن خودتو از بند باورهای منفی و محدود کننده در مورد خودت. ریشه باور دوست داشتنی نبودن، لایق نبودن، باهوش نبودن همش از کودکیه. اینا هیچ کدوم واقعیت نداره، چیزاییه که ما باور کردیم به خاطر آسیب‌هایی که خوردیم. با مدیتیشن کودک درون میبخشی به خودت هر چیزی که ازت دریغ شده تو کودکی. میگی به خودت هر چیزیو که نیاز داشتی بشنوی و عشقی که با تمام وجود میخواستی و امروز به خودت هدیه میدی. اگر برای معجزه این تمرین آماده ای، یه جای آروم و ساکت رو پیدا کن، موبایلتو سایلنت کن، روی صندلی، مبل، زمین و یا هر جای دیگه‌ای که راحتی آروم بشین و به خودت اجازه بده که از دنیای بیرون برای 15 دقیقه فاصله بگیری و وارد حریم مقدس درونیت بشی. هر حرکتی بدنت لازم داره رو قبل از شروع مدیتیشن انجام بده. وقتی تموم شد صاف بشین، ستون فقرات استوار اما نه خشک، گردن کشیده در راستای ستون فقرات، انگار یه نخ از بالا آروم داره میکشدت. بدن لخت و آروم، با وقار و آرامش بشین و به آرومی چشاتو ببند. یه نفس عمیق بکش به شکم و سینه و با بازدم به خودت خوش آمد بگو به این فضا و به این تمرین. یه نفس عمیق دیگه طولانی با طمأنینه. مکس. و با بازدم پیشونی ریلکس، مایچای کوچیک دور چشم آروم، گونه ها، شقیقه ها، فک آزاد، زبون و گلو آروم. تمام سر و صورت مثل شمع آب میشه، گرم و ریلکس. یه نفس عمیق دیگه انرژی تازه این لحظه از زندگی رو دعوت کن به بدن. بازدم گردن آروم، شونه ها از بار سنگین فکر و خیال و نگرانی رها، سبک و ریلکس. یه نفس عمیق دیگه طولانی و شفاف از بینی به شکم و سینه. حبس. بازدم سینه آروم و باز، شکم ریلکس و وسیع. یه نفس عمیق دیگه، بزرگترین نفسی که تمام روز کشیدی. بازدم نعمت ریلکسیشن رو به بدنت هدیه بده. مرور کن بدنتو، ببین کجاها هنوز منقبضه. نفستو هدایت کن به اون نقطه و تمام بدن رو ریلکس و آروم کن.
غرق در احساس گرم و لذت بخش آرامش بشین و اجازه بده که نفس برگرده به ریتم و آهنگ طبیعیش. بدون هیچ تلاشی برای تغییر، فقط حس کن نفس رو. نفس رو تو 3 نقطه به وضوح میشه حس کرد. 1 سوراخ‌های بینی که هوای سرد وارد و هوای گرم خارج میشه. 2 سینه و 3 شکم که با هر دم و بازدم جلو میاد و عقب میره. توجهت رو بذار روی یکی از این 3 نقطه، هر کدوم که نفس رو توش واضح تر میتونی حس کنی، و تمام نفس رو از شروع دم تا انتهای بازدم حس کن. هر وقت متوجه شدی که درگیر یه فکر و خیال شدی و دیگه حواست با نفس نیست، خیلی ساده اون فکر رو رها کن و برگرد به نفس، به یکی از اون 3 نقطه، و دوباره شروع کن نفس طبیعی رو حس کردن. هیچ احتیاجی هم به تغییر نفس نیست، همونطور که هست تو این لحظه فقط حسش کن. همینطور که آروم نفس میکشی، یه باغ بزرگ، آروم و زیبا رو توی ذهنت تجسم کن. یه باغ سرسبز و باصفا، پر از درخت و گل، و شروع به قدم زدن کن تو این باغ. هوای خنک رو روی پوستت حس کن. گرمای نور خورشید، چمن تازه زیر پاهات، صدای پرنده ها. این فضا رو با جزئیات توی ذهنت بساز و به سادگی از حضور توی این باغ لذت ببر. همینطور که با آرامش و کنجکاوی از قدم زدن تو این باغ لذت میبری، متوجه میشی که یک کودک زیر یکی از درختان نشسته. از دور نگاش میکنی و به سمتش قدم برمیداری. نزدیکتر که میشی، متوجه میشی که این کودک تویی، بچگیای خودت. با استفاده از یه عکس قدیمی از بچگی، این کودک رو تو ذهنت تصور کن که آروم نشسته زیر درخت منتظر تو. به سمتش قدم بردار، متوجه حضورش شو، لباسش رو ببین، موهاش، قدش، معصومیتش، زیباییش و بیگناهیش. وقتی رسیدی بهش، بشین روبروش و با نگاهی پر از محبت و عشق صورتشو نگاه کن، چشماشو ببین، لبخندشو.
این کودک خیلی وقت منتظره که بهش سر بزنی و الان از دیدنت خوشحاله. بهش بگو که تو اینجایی به خاطر اون و اجازه بده باهات احساس راحتی کنه. ببین اگر چیزی داره برای گفتن بهش گوش بده و اگر نه بهش بگو همه چیزایی که دلت میخواست تو اون سن بشنوی. بهش بگو که متاسفم تنهات گذاشتم، اما قول میدم که این بار پیشت بمونم و ازت حمایت کنم. بهش بگو همینطور که هست خوب و کامله و برای دوست داشتنی بودن احتیاجی به تغییر نداره. بهش بگو بدون هیچ قید و شرط تا آخر عمر عاشقانه دوستش داری. بهش بگو اگه همه تنهاش بذارن تو تنهاش نمیذاری. بگو که میتونه بهت اعتماد کنه. بهش بگو که پیش تو امنه و میتونه خودش باشه. بگو توانا و خلاق و با استعداد. بهش بگو که این دنیا خونشه و این زندگی متعلق به اونه. اگر با شنیدن این جملات حالت دگرگون میشه کاملا طبیعیه. تو عمیقاً تشنه شنیدنشون هستی. پس یه نفس عمیق بکش، آروم بشین و از این فرصت شگفت‌انگیز برای ارتباط با کودک درونت استفاده کن. این تمرین، این لحظه متعلق به تو و کودک درونته. برای چند لحظه تنهاتون میذارم تا هر چیز دیگه‌ای که دوست داره بشنوه رو بهش بگی. هیچ ایرادی نداره اگر تا الان به اندازه کافی فرصت نکردی با کودک درونت ارتباط برقرار کنی. این لحظه یه لحظه جدیده. مهم اینه که از این به بعد این ارتباط رو زنده نگه داری. پس برای چند دقیقه آخر بغلش کن. بدن ظریف، بیگناه و معصومش رو حس کن. و اگه چیزی مونده بهش بگی و بگو و بهش این اطمینان رو بده که دیگه تنهاش نمیذاری.
همینطور که کودک درونت رو در آغوش داری، متوجه شو که این کودک خود تویی. متوجه شو که شما هیچ وقت از هم جدا نبودین. این کودک درون تو زندگی میکنه برای همیشه. و متوجه شو که خوشحالی اون خوشحالی توه، آرامش اون آرامش توه. با علم به این ارتباط از این به بعد بیشتر بهش سر بزن، بیشتر اجازه ابراز وجود بهش بده و تو قلبت براش جا باز کن. برای 1 دقیقه آخر از این فضا لذت ببر. این فضای شنیدن و پذیرفتن، این فضای گرم، صمیمی و عاشقانه که با انجام این تمرین تو قلبت به وجود آوردی. و قدردان باش بابت این ارتباط و این حال خوب. کم کم برگرد به نفست. یه نفس عمیق بکش. برگرد به بدنت. انگشت‌های دست و پاتو تکون بده. متوجه حضورت تو این اتاق شو. فضای دور و برت رو تجسم کن و هر وقت آماده ای چشماتو باز کن. این تمرین معجزه میکنه. با تکرار مدیتیشن کودک درون گره ها باز میشن. پس برگرد به این تمرین هر وقت احتیاج داری به یه نفس تازه. ممنون که امروزم با هم تمرین کردی. قدر خودتو بدون تا مدیتیشن بعدی. فعلا.